در لوای در پس فعالیت به اصطلاح صلح آمیز هسته‌ای خودشو تکنولوژی به دست میاره که خودش صاحب بمب اتمی کنه و جمهوری اسلامی از اون طرف استدلال کافی از زاویه منافع خودش تو دست داشت که در خفا این برنامه رو پیگیری کنه. بالاخره جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که در منطقه خاورمیانه و آسیا مدعی قدرت منطقه‌ای است و این قدرت منطقه‌ای وقتی که قدرت‌های مختلف و کشورهای مختلف رو می‌بینه همچون پاکستان، اسرائیل، هند در بغل دستشون که اونا همه صاحب بمب اتمی هستن، اینم بهترین مشوقی بود به ویژه در ضدیتی با اسرائیل که این کارو بکنه. به هر صورت این مذاکرات شروع شد و سال 2015 به توافقی رسیدن قبل از